از آهنپاره‌های سلاح، مهمات و واسطه‌های جنگی ساخته شدند. به دست یک انجینیر تاجیک محمد رضا احمدی این موتر را هلمت نامگذاری کرده است. احمدی که رئیس اجرایی شرکت موسوم به انتاپ است، 5 سال برای طراحی و ساختن این موتر صرف کرده. $60,000 برای ساختن هلمت مصرف شده. با خروج نیروهای خارجی از مملکت ما اینا دیگه نیاز نبود. آهنش جداگونه استفاده کردن و این فوم واقعا میشه گفت که زباله بود. هیچ استفاده ازش نمیشد. ما از این زباله استفاده کردیم، روی اون زباله های جنگ با یه همچین زندگی رو ساختیم. در موتر سپورتی هلمت از انجن موتر تویوتا کورولا استفاده شده. قدرتش هم در آب و هوای مختلف آزمایش شده است. این موتر از هفته‌ها به این سو مردم را به خودش جلب کرده. محمد رضا احمدی میگوید به خاطر اقدام به ساختن این موتر کرده که مردم جهانیان او را با خاطره خوب در ذهنشان داشته باشند.